سلام علیکم بچه‌ها. در این درس ما در همین سایتمون صورتمانی را یاد میگیریم، یعنی چقدر در سایت خودمون صورتمانی با استفاده از تگ‌هایی که موجود است. خب این درس چهارم ما است، آیدی زبانی HTML یعنی سایت سازی. پیشکی من یک پاپکا ساختم با نام سنجش. در داخل پاپکا همون فایل ایندکسمون رو کپی کردم موندم و دو رسم دیگر صورت دیگر اضافه کردم. اینها با اسم JPG فرمت JPG دارن. این رو من میکشم فایلمون رو. شما هم میتونید در دل خواهجو پاپکا سازید و اون رو مانید. خب من اکنون در اینجا ما زبان رو انگلیسی میکنیم و تگ نویسیمون رو سر میکنیم. ING جمله پارتی مینویسیم SRS IMG، یعنی این گفته است که این تگ برای رسم است. SRS این مکانی رسم رو با ما میگوید. خب ما مینویسیم از اینجا نامی رسم رو میبینیم چیست. من مثال میخوام همین طبیعت رو با صحیفه برارم. نویسیم SRS، زبان رو تاجیکی یا روسی میکنم، مینویسیم طبیعت. خب نقطه و زبان رو حلش میکنیم و فرمتی رسم رو نگاه میکنیم که JPG است. من مینویسم JPG. این خلم کنیم باید که برارد. و من اکنون این رو مسخرن میکنیم. سایت منه یه بار ابنویتش میکنیم که چی گب میشه. علاقه چه خیلی که میبینید سایت ما پیدا شد. و دوامی همین سلام از سمونه، برای همین این رو از پایان نشون داد. و برای اینکه اون رو بالا برد ما در اینجا باز یک تگ بری دیگر باید نویسونیم. تگی بر سخنی بعدا صورت رو از قسمت پایانی نشون میدهد. خب از قسمت پایانی نشون داد. این بود طرز گذاشتن رسم در سامانه HTML. اکنون اگر رفت و ما خواهیم که همین صورت کمتر از دیگر جو شود، مثلا می خواهیم که همین صورت از قسمت بالایی بیاید. همین تگی که داریم کپی هم میکنیم، از این همین بالای سلام می نویسیم. تگ رو میمونیم. این تگی ما یعنی دو صورت می شود، هم از بالا و هم از پایین. چخیلی که میبینید بعد این باز تگی بریمونیم که فهمش ها چیکار کردیم. خب بر سخنید باز یه بار دیگر میبینیم. علاقه چخیلی که میبینید این ها با پایین اومدن گرفته ایستاده است. از سوال با میون میاد که اگر رفتیم کم کم چسبوند، اگر رفتیم ما خواهیم که این رو رسم ها رو از دیگر جا مونیم. ما چطور مونیم؟ و این هم جوابات نیست. ما از تگ های الیگن و ولیگن استفاده میبریم، اینها رو جا با جا میکنیم. مثال صورت بالایی رو من میخوام که جایش رو الیش کنم. در اینجا می نویسنم خب الی و تگی الیگن اکشن ادرس ابسولوت یا واید. خب بنویسیم الیگن برابری مثال میگیریم لفت طرفی چپ، یعنی این رو مسخن میکنیم. بعد رسم نو از طرف چپ باید شاید که میبینید رسم نو نه، این نوشتجاتایی که ما داشتیم از طرف چپی همین رسم رفت، یعنی این وابسته با گذاشتن همین نوشتجاتمون.
یعنی رسم از طرف چپ آمد و چون نوشته جوتا از طرف راست. اگر ما حاضر رفتن همین لفت رو گیریم با رنگ تبدیل دهیم با اپراتوری رایت علیش نماییم، نوشته جوتای ما نظر به این، یعنی نوشته جوتا ما قطعی جای رسمون علیش میشه و جایشون علیش میکنن. چخیلی که میبینید صورت ما جایشون علیش شید. یعنی این بود طرز استفاده ای، یعنی گذاشتنی رسم در سایتی که ما داریم. خب اگر خواهید که رسمی دیگر رو مانید، مثال در اینجا من میخوام رسمی دیگر رو مانم و اینجا چخیلی که دو رسم داشتم نام یک تاش بود و فکرم انیمیشنیک اگر خطا نکنم انیمیشنیک این نام را می نویسم سخت میکنم. آوازی را اگر تبدیم رسم دویم ما باید که تغییری اومد. خب انیمیشنیک کمتر رسم و کلان بود است از نقش لازمه. به هر حال اینه رسم دویم ما هم پیدا شد. یعنی همین گونه است اصول گذاشتنی رسم ها. با هست یک خاصیت دیگر با نام میدل. اگر ما از میدل استفاده بریم همین حرف هایی که است از قسمت مثال میگیریم بالایی اومده است از بالانی ای باین میوید. مثال علیگن میدل می نویسیم زبان رو تغییر میدهیم. نه خودش میدل دده بطله میدل سخت میکنیم. خب باز میساندیم نوشته جاتو رو از اون طرف نبود کدوم با تگی به ایر این رو توضیح میکنیم. تگی به ایر اوکی باید که ازش با کود داره. چخیلی که میبینید خط یکم از اینجا اومد با سبب که در اینجا تگ های به ایر موجود است. برای همین یعنی یک ابزست پایین میبرد از بین و فکرم که معلوم شد طرز نوشته این علامات ها. خب این را هم فهمه که باشد. با این بود درس چهارم ما آیدی HTML و گذاشتنی رسم در سند HTML. خب سربلند و خانواده باشیم بچه ها تا درس های آینده.